سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تحلیلی و سیاسی تاجیکستان و جهان است که اینجا در شهر قاهره پایتخت جمهوری عربی مصر منظوری شو می‌گردد. شهر قاهره جمهوری عربی مصر واقع در بین سه قاره بزرگ جهان آسیا، اروپا و آفریقا جایگیر بوده. در اینجا فرهنگ و تمدن هنوز از قدیم الایام شکل گرفته است و در این کشور ملت‌ها و خلقیت‌های گوناگون زندگانی می‌کنند. با شما هستم فتح‌الدین زمان، متوجه باشید و محتوای برنامه. رشد همکاری و روابط جمهوری تاجیکستان با دولت‌های شرق نزدیک و قاره آفریقا. سی سالی رابطه‌های سودمند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مصر. ما در تمام سرچشمه‌های تاریخی نقش دانشمندان و عالمان تاجیک را در رشد تمدن بشری مشاهده می‌کنیم. تاجیکستان با تشابه‌های نیک و سازنده‌اش در مسیر روابط و همکاری با دولت‌های خاورمیانه از جمله مصر اعتماد ما را بیشتر نموده است. سازشنامه‌های همکاری در بخش اقتصادی و تجارتی نیز به امضا رسیده است. تاجیکستان به پیش. از تجلیل جشن با شکوه استقلال دولتی تا معرفی فرهنگ و تمدن تاجیکان در این کشور متمدن آفریقا و خاورمیانه. در حقیقت هم در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان کشور ما با عنوان عضو کامل حقوق جامعه جهان پذیرفته شده و امروز تاجیکان در سراسر جهان با آموزش علم و کار و فعالیت مشغول می باشند. سرچشمه یا بین خرسانه وطنم سرسبز بزه بگل فشانه وطنم با جدو تلاش پیشوایی ملت بحری همک از راحتی جانه وطنم تاجیکستان با پیش. در حقیقت رشد همکاری‌ها و مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری عربی مصر محصول همکاری‌ها و روابط جمهوری تاجیکستان با جمهوری مصر در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان میباشد. واقعا هم در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان همکاری‌ها و مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری عربی مصر رشد یافته. آن به معرفت این دو دولت دوست و برادر خلاصه می‌گردد. رشد بردوام همکاری‌ها و مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاحی می‌تواند و منفعت خلق‌های تاجیکستان و مصر باشد. از هر نگاه اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری مصر در سلسله کنفرانس‌های جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان و همین طریق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن شهادت می‌دهد که حکومت جمهوری مصر در سمت رشد همکاری‌های آبی و اکولوژی با جمهوری تاجیکستان هم فکر و هم اندیشه میباشد. در دنیایی که روندهای سیاسی و اجتماعی و امنیتی و فرهنگی بیانگر تشکل نظم نوین جهانی می باشند، داشتن سیاست فعال و موفق و دوراندیشانه برای هر کشور و دولت مستقل امر ضروری می باشد. با نظر داشت تحولات نو به نو در ثبات سیاسی جهان و بیشتر گردیدن بحرانهای امنیتی، نقش دیپلماتی سازگارترین و امیدبخشترین نقش در همگرایی جهانی و تأمین ثبات سیاسی دنیا معرفی می گردد که در این راستا جمهوری تاجیکستان با سیاست فعال و موفق خارجی خود تحت اراده سیاسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانسته است
که در دوران استقلال با جامعه جهان روابط نیک و سازنده را براه بماند و در این زمینه سرفراز گردد. جمهوری تاجیکستان در موقع خود عضو فعال و پرتشبث سازمان‌های با نفوذ عالم و شریک و همقدم دولت‌های منطقه و جهان بوده. با تلاش‌های شبانه روزی و درک مسائل انسان محوری دنیای ناآرام و بی‌ثبات امروز در راه تأمین سعادت بشری قدم‌های استوار می‌گذارد و با تلاش و اقدام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساکنان عالم و بیش از 200 دولت جهان امروز از تشبث‌های جهانی دولت تاجیکستان آگاه می‌باشند و کشور ما را به عنوان دولت تشبثکار در حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اکولوژی دنیا اعتراف نمودند که این همه از سیاست موفق خارجی تاجیکستان شهادت می‌دهد. از جانب دیگر تأمین صلح جهانی و صلح منطقوی به خصوص احترام متبادل کشورهای همسایه آسیای مرکزی در غایه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در زمینه سیاست موفق خارجی جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی همکاری‌ها و مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کشورهای پیشرفته شرق نزدیک به خصوص جمهوری عربی مصر رشد و توسعه یافته. این مناسبت‌ها امروز دوران شکوفایی خود را تجربه می‌کنند. جمهوری عربی مصر در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان موقع خاص داشته. این دولت پیشرفته و پرمساحت قاره آفریقا از اولین ها شده استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را 1 ژانویه سال 1992 به رسمیت شناخته و سنه 1 اپریل سال 1993 روابط دیپلماتی خود را با جمهوری تاجیکستان برقرار نموده است. سفرهای رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مصر ماه فوریه 2007 9 و 11 مارس سال 2022 و سفر کاری برای اشتراک در 27مین کنفرانس طرفای کنونسیون چهارچوبه سازمان ملل متحد عاید به تغییرآبی اقلیم 7 و 8 نوامبر سال 2022 برگزار گردیدند که در گسترش مناسبت‌های دوجانبه دو کشور نقش مهم بازیدند. در اینجاست که دولت‌های شرق نزدیک از جمله جمهوری عربی مصر، تاجیکستان، استقلال سیاسی آن و موقع منطقوی و تشابه‌های بین المللی آن را اعتراف نموده با فضیلت صاحب استقلالی و تلاش و اقدام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سفارت تاجیکستان در شهر قاهره پایتخت مصر فعالیت سازنده و باثمر دارد. نمایندگان والا مقام حکومت مصر در تمام همایش‌ها و نشست‌های منطقوی و جهانی بخصوص در اجلاسیه‌های سازمان ملل متحد و کنفرانس‌های سطح بلند عاید به آب اقلیم که هم در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان و هم در بنای سازمان ملل متحد با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار می‌گردد اشتراک و جانبداری نموده و از اقدام و تشبث‌های مملکت ما در سطح جهان حمایت می‌کنند. میان تاجیکستان و مصر سمت‌های زیادی افضلیت‌ناک همکاری وجود دارند. دو کشور در زمینه مناسبت‌های نیک متقابله در بسیار مسائل جهانی و منطقوی موقع‌های همسان و یا نزدیک داشته همدیگر را پیوسته دستگیری می‌کنند. مسلم است که همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با جمهوری عربی مصر از روز اول صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان براه مانده شده است و جمهوری عربی مصر یکی از اولین کشورهای قطعه افریقا است که استقلالیت جمهوری تاجیکستان را اعتراف نموده است. در خورد یادآوری است که یکی از زمینه‌های اساسی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین کشورها این جلسه مشترکی بین حکومتی در بخش‌های اقتصاد، تجارت و فنی میباشد. در رفت همه سفرهای رسمی و کاری جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که سال 2007، 2009 و 2022 صورت گرفت سازشنامه‌های زیادی همکاری بین دو کشور به امضا رسیدند. در ردیف آن سازشنامه‌هایی که بین دو کشور به امضا رسیده است همچنین سازشنامه‌های همکاری در بخش اقتصادی و تجارتی نیز به امضا رسیده است و امروز ما
рушди муносибатҳои Тоҷикистон ва Мисрро дар соҳаҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ мушоҳида менамоем. дар сафари охирини ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки соли 2022 моҳи марти соли 2022 ба ҷумҳурии арабии Миср сурат гирифт, дар рафти он сафар як чорабинии бисёр ҳам муҳими иқтисодӣ ва тиҷоратӣ сурат гирифт, ки он ҳам бизнес форум байни соҳибкорони Тоҷикистону Мисрӣ буд. ва дар рафти он форум теъдоди зиёди созишномаҳо байни ширкатҳои Тоҷикистону Миср ба имзо расиданд, ки самараи он санадҳоро ба хубӣ мушоҳида менамоем. ҷумҳурии арабии Миср дар қитъаи Африқо кишваре ҳаст, ки сулҳу субот дар он пойдор аст ва ҳамчунон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ва самараи ин побарҷоии сулҳу субот аст, ки муносибатҳои Тоҷикистону Миср дар бахши иқтисоду тиҷорат рушд мекунанд ва ба як сатҳи сифатан нав бароварда шуда истодаанд. ва умед аст, ки дар оянда ҳамкориҳо дар бахши иқтисоду тиҷорат байни ду кишвар ба сатҳи сифатан хуб бароварда мешавад. дар даврони истиқлолият бо дастгирӣ ва пуштибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, занону бонувони тоҷик имрӯз дар соҳаҳои гуногуни кишвар аз ҷумла дар соҳаи дипломатияи тоҷик фаъолият мекунанд. ман яке аз кормандони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам, ки имрӯз бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти кишвар дар ҷумҳурии арабии Миср фаъолият мекунам. хушбахтона бо дастгирии пешвои муаззами миллат, занону бонувони тоҷик дар тамоми соҳаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. равобити иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузории мо бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хуб ба роҳ монда шуда, мо ҳоло фаъолияти худро дар самти баррасии роҳҳои самарабахши ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодӣ бо Тоҷикистонро таҳкиму тақвият бахшида истодаем. зеро барои рушди робитаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ байни ин ду давлати дӯст тамоми зарфиятҳо вуҷуд дорад ва метавон гуфт, ки дар сурати бештар гардидани вохӯриҳои дуҷонибаи комиссияи муштараки Мисру Тоҷикистон умед аст, ки роҳҳои нави ҳамкорӣ ва фурсатҳои хуб дар таҳкими пояи муносибатҳои кишварҳои мо ба вуҷуд хоҳад омад. من محمد عبدو شهروند جمهوری تاجیکستان در جمهوری مصر عرب استقامت میکنم. پیش از 12 سال میشد که به حیث صاحبکار در قاهره کار و فعالیت دارم. واقعا کار و فعالیت تاجیکان در مصر آزادانه است. یگان مشکلات دیده نمی شود. ما همه در این کشور افریقایی برای بالا بردن آبروی تاجیکستان سهم میگذاریم. واقعا هم رشد همکاری‌ها و مناسبت‌های اقتصادی، تجارتی و جلب سرمایه خارجی از جمهوری عربی مصر به اقتصاد جمهوری تاجیکستان و منفعت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. امروز در اساس همکاری‌ها و مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه بسیاری از شرکت‌های با نفوذ مصری در تلاش آنند که در رشد همکاری‌ها در ساحه طب و بنیاد کارخانه‌های صنعتی در استحصال داروواری در جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند. واقعا جلب سرمایه خارجی در رشد اقتصاد ملی و همین طریق صنعتی کنانی با سرعت جمهوری تاجیکستان به منفعت اقتصاد جمهوری تاجیکستان است که بسیاری از شرکت‌های با نفوذ مصری در سمت صنعت داروواری در جمهوری تاجیکستان هوسمند میباشند. واقعا هم امضای سازشنامه‌های دوجانبه و بسیار جانبه در رشد همکاری‌ها و مناسبت‌های اقتصادی، تجارتی و جلب سرمایه‌گذاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری عربی مصر، این دو کشور دوست و برادر با دستاوردهای بی‌نظیر در سمت مناسبت‌های اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری نائل گردند. جمهوری عربی مصر پایتختش شهر قاهره بوده، آن در ساحل دریای سیراب نیل بنیاد گشته است و طول هزاران سال ساحل این دریا جای احیای فرهنگ و تمدن و تشکل هندسه معماری بوده است. دریای نیل مهمترین، بزرگترین و جاویدانه ترین ثروت طبیعی در این منطقه به شمار می رود که سرچشمه تمام شکوفایی، استحصالات و حیات کشاورزی در
مصر و دیگر نقاط افریقا است. محض موجودیت آب در این نقاط قطعه افریقا در تشکل تمدن سهمی بی‌نظیر گذاشته است. امروز اهالی مصر به بیش از 100 میلیون نفر می رسد که بخش عمده ساکنانش را جوانان تشکیل می دهند و اصل برآمد مردم این سرزمین مربوط به 3 قطعه جهان: افریقا، آسیا و اروپا است. در شرایط فعلی نوابسته به وضعیت پرحساس سیاسی و امنیتی منطقه شرق نزدیک و شمال افریقا، امنیت و ثبات سیاسی در مصر تأمین بوده. حالا این دولت بزرگ افریقا یکی از مهمترین کشور در استقبال سیاحان و جهانگردان محسوب می گردد که همه ساله میلیون ها نفر از سیاحان و جهانگردان در کشورهای آسیا، اروپا و افریقا تشریف می آورند. قابل خوشحالی است که در تشکل فرهنگ و تمدن مصر باستان نقش فرهنگ و تمدن دولتداری هخامنشی و ساسانیان نیز دیده می شود. هنوز از قدیم الایام با طریق راه ابریشم تاجیکان از خراسان و ماوراء النهر، بلخ باستان و سغد قدیم به سمت مصر به سودا و تجارت مشغول بودند که باقی مانده های آثار باستانی آثارخانه های مصری از سنگ های لاجورد و زمرد و یاقوت و فیروزه بدخشان تاجیکستان شهادت می دهند و همین طریق دوام 2000 سال آخر نیز روابط علمی، فرهنگی، معماری، انسانی، اجتماعی و مذهبی بین مصر و آسیای مرکزی وجود داشته است و امروز نقش استاهای چیردست تاجیک در اعمار قلعه صلاح الدین واقع در شهر قاهره، ساخت چینکی بلند و پست، شدن آب دریای نیل در موسم‌های بهار و تابستان در رشد تاریخ این دولت دوست دیده می شود. بینندگان گرامی، حالا ما در یکی از منطقه‌های گردشگری و سیاحی جمهوری عربی مصر قرار داریم و این قلعه بزرگ و با حشمت تاریخی که می‌بینید با نام قلعه صلاح الدین ایوبی مشهور است که و در بنیاد چنین یک قلعه تاریخی نقش تاجیکان مشاهده می‌گردد که هنوز در طول تاریخ کهن در سفرهای زیاد و به طریق راه ابریشم تاجیکان و جمهوری عربی مصر حضور پیدا نمودند و در بنیاد چنین انشاءات بزرگ تاریخی و تمدنی نقش خود را گذاشتند. تاجیکان هنوز از قدیم الایام در شکل گرفتن تمدن منطقه خاور میانه نقش مؤثر و نقش جاودانی خود را گذاشتند. بینندگان گرامی، چطوری که میبینید ما حالا در نزد اهرام‌های مصر قرار داریم. این منطقه یکی از قدیمترین منطقه قاره افریقا و جهان محسوب می‌گردد. اهرام‌های مصر طول 7000 سال تاریخ در این منطقه بنیاد گشتند و امروز این منطقه به بزرگترین منطقه سیاحی و جهانگردی تبدیل گشته است. حضور تاجیکان مقیم جمهوری عربی مصر امروزها به صدها نفر میرسد که آنها در زیر صلح و آرامی، ثبات سیاسی و همدیگر فهمی در قلمرو این کشور افریقایی زندگانی میکنند. واقعا هم خدمت‌های شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت رشد همکاری‌ها و مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه بخصوص در سمت علم و معارف و فرهنگ با جمهوری مصر خیلی بزرگ است. پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان توانستند که فرهنگ و تمدن تاجیکان را به عرصه عالم معرفی سازند و امروز دولت‌های افریقا از تشبس‌های جهانی تاجیکستان تحت اراده سیاسی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پشتیبانی می‌کنند. در حقیقت هم در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان کشور ما با عنوان عضو کامل حقوق جامعه جهان پذیرفته شده و امروز تاجیکان در سراسر جهان با آموزش علم و کار و فعالیت مشغول می باشند.
با نظرداشت تحولات بزرگ در سیاست اطلاعاتی جهانی امروز وقت رسیده است که ما سیاحان جهان را برای دیدن و شنیدن و تماشای منطقه‌های سیاحی و گردشگری تاجیکستان و طریق وسایل اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی دعوت و هدایت سازیم. سیاست اطلاعاتی دقیق و استفاده درست و کامل شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد که ما بیش از هر وقت دیگر منطقه‌های سیاحی و جهانگردی تاجیکستان را به چشم جهانیان و وسایل اخبار عامه عالم معرفی سازیم تا ساکنان دنیا برای سیر و سیاحت به آسیا مرکزی بخصوص جمهوری تاجیکستان توجه نمایند. و امروز عالمان، نویسندگان، منقدان ادبیات و فرهنگ و دانشمندان مصری از نقش حکیم ناصر خسروی تاجیک و تألیف کتاب سفرنامه آن که راجع به وضع زندگی اجتماعی، فرهنگی، انسانی و اخلاقی مصریان اندیشه های جالب بیان داشته است با افتخار بلند یاد میکنند و به این مناسبت امروز یکی از خیابان‌های مشهور شهر قاهره مصر به نام ناصر خسرو نامگذاری شده است. مدت 3 سال حکیم ناصر خسرو در این خیابان در زمان شاه مستنصر زندگی کرده سفرنامه خود را نوشته است که بیشک حکیم ناصر خسرو با عنوان نخستین پل ارتباط و بنیادگذار دیوار دوستی و برادری و همدلی و همزبانی بین خلقهای مصر و تاجیک و فارس معرفی می گردد. و امروز که بیش از 300 نفر شهروندان تاجیکستان در مصر کار و فعالیت میکنند، خود ادامه منطقی رابطه های فرهنگی، علمی، انسانی، اقتصادی و تجارتی تاجیکان با مصریان را در جهان معاصر به ما بازگو می نماید. در واقع امروز شهروندان تاجیکستان مقیم مصر به همه دستاوردهای نظررس در ساحه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و تجارت برخوردار بوده، همه در راه حفظ آبرو و اعتبار تاجیکستان صاحب استقلال در این کشور تلاش می نمایند. راهبر جمعیت تاجیکان مقیم مصر محمد عبدا نیز در این باره چنین می گوید: تاجیکان مصر همیشه در سهمیه گذاری تمدن مصر خیلی پیشروی دارند و کارهای آبادی و تجارتی مشغول هستند. ما تاجیکان مصر پیروان پیشروی ملت میباشیم. همیشه تاجیکستان را به جهان معرفی میکنیم. ما تلاش میکنیم که جهانیان تاجیکستان را خوبتر و بیشتر بشناسند. رشد روابط تجارتی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی، تندرستی و داروسازی بین تاجیکستان و مصر و همین طریق ملاقات‌های دوجانبه و بسیار جانبه سران دو دولت و برگزاری فورم‌های اقتصادی بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیک و مصری از مهمترین دستاوردها در مناسبت‌های دیپلماتی بین تاجیکستان و مصر محسوب می‌گردد. در دوران استقلال روابط دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان با دولت‌های آفریقا تشکل یافت و با نفوذترین کشورهای قطعه آفریقا استقلال دولتی تاجیکستان را اعتراف نموده و از تشبس‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی پشتیبانی نمودند و امروز روابط خارجی تاجیکستان با دولت‌های منطقه خوب به راه مانده شده است که آن هم بخش مهمی از موفقیت‌های جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال به شمار می‌رود. در اینجاست که با تشبس سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر قاهره جمهوری عربی مصر جشن با شکوه 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده شد. در مراسم معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری عربی مصر احمد شاهین، سفیران و راهبران نمایندگی‌های خارجی مقیم مصر، کارشناسان و خبرنگاران، نمایندگان وزارت و اداره‌های کشوری اقامت، اینچنین تاجیکان مقیم مصر اشتراک نمودند. سفیر تاجیکستان در مصر
پرویز میرزازاده این جشن ملی را برای مردم شریف تاجیکستان و تاجیکان مقیم مصر تهنیت گفته با یادآوری از پیشرفت، آبادی، سازندگی و تأمین ثبات سیاسی مملکت در دوران استقلال سیاست خارجی تاجیکستان را تحت رهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سیاست همزیستی، همیاری و همکاری با جامعه جهانی به خاطر آینده با ثبات منطقه و جهان معرفی نمود. معاون وزیر کارهای خارجی کشور اقامت هم در سخنرانی خود ضمن تبریک سالگرد استقلال به دولت و ملت ما تاجیکستان را برای مصر از زمره کشورهای مهم برشمرد و عزم کشور اقامت را برای گسترش روابط با تاجیکستان مورد تأکید قرار داد. تاجیکستان با تشبس‌های نیک و سازنده‌اش در مسیر روابط و همکاری با دولت‌های خاورمیانه از جمله مصر اعتماد ما را بیشتر نموده است و حکومت مصر برای همکاری در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، تجارتی، سیاحی و فناوری با جمهوری تاجیکستان هوسمند می باشد. تاریخ تاجیکستان خیلی قدیم و مردم شریف آن خیلی مهمان نواز و فرهنگی می باشند. ما در تمام سرچشمه‌های تاریخی نقش دانشمندان و عالمان تاجیک را در رشد تمدن بشری مشاهده می کنیم و جشن استقلالیت دولتی را برای خلق شریف تاجیکستان صمیمانه تبریک می کنیم. دولت‌های آفریقا که از مشکلات نارسایی آب آشامیدنی و تأثیر ناگوار تغییر آبی اقلیم رنج میبرند. همه از تشبس‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آبی اقلیم پشتیبانی میکنند. واقعا هم همه تلاش و تشبس‌ها و سخنرانی‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی خود یک امکانیت بزرگ را فراهم نموده است که دولت‌های قاره آفریقا از تشبس‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب اقلیم آگاه شوند و از چنین تشبس‌های بین المللی پشتیبانی کنند. تجلیل 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر قاهره جمهوری عربی مصر بار دیگر ثابت نمود که تاجیکان در هر گوشه از عالم برای اتحاد و همبستگی، همدلی و همزبانی و نگاه داشتن استقلال و آزادی خویش تلاش میکنند. زیرا تلاش‌های سازنده شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان بیانگر آن است که آنها همه پیرو اصیل پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میباشند. مصر و تاجیکستان دو کشور متمدن و با فرهنگ جهان میباشند. از جهت‌های زیاد روابط فرهنگی و سنتی بین خلق‌های مصر و تاجیکستان موجود است. از نگاه تاریخی نیز این دو ملت با هم رابطه داشتند و امروزه همکاری‌های نیک و سازنده بین مصر و تاجیکستان خود محصول رابطه‌های نیک فرهنگی و ادبی گذشته ماست که در طول 1000 سال اخیر گذشتگان ما اساس آن را گذاشته بودند. تمدن تاجیکی فارسی از مهمترین و تاریخی ترین تمدن جهان است که با تمدن مصر باستان رابطه داشته تأثیر گذاشته است. ما امروز بسیاری از نشانه های فرهنگ و تمدن تاجیکی فارسی را حتی در خیابان قاهره مشاهده میکنیم که قابل انکار نیست. علاوه بر این امروز میبینیم که همکاری و رابطه های قوی بین دو راهبر سیاسی عبدالفتاح سیسی و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خوب به راه مانده شده است که سفرهای کاری و مناسبت‌های دیپلماتی بین این دو دولت دوست و برادر خود از دستاوردهای امیدبخش در روابط مصر و تاجیکستان شهادت می‌دهد. خوشبختانه ما هر سال شاهد یک تحولات سازنده در همکاری‌های این دو دولت با فرهنگ و با تمدن می‌گردیم. بعد از سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مصر رابطه‌های ما رشد و تحکیم یافت. در این مدت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، تجارتی و امنیتی و انسانی بین مصر و تاجیکستان رشد یافت که در سخنرانی خود نمایندگان نمونه‌های آن را امروز در تجلیل 33 سالگی استقلال تاجیکستان بیان داشتند. در نظر داشته شده است که
намояндагони ҳукумати миср давоми соли равон ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар кунанд ва робитаҳои мо беш аз пеш рушд ёбад. قابل ذکر است که همزمان با جشن استقلال مراسم معرفی کتاب تاریخی تشکل مناسبت‌های تاجیکستان و مصر در طول 30 سال نمایشگاه لباس‌های ملی و عکس و مصوره‌های تاجیکستان، برنامه فرهنگی هنری با اشتراک هنرمندان تاجیکستان، نمایش فیلم کوتاه از امکانات‌های سیاحی و جهانگردی تاجیکستان و همچنین ضیافت رسمی دایر کرده شد که بار دیگر فرهنگ و تمدن و عظمت و شکوه تاجیکستان صاحب استقلال دنیوی را برای اشتراکداران و مهمانان معرفی ساخت. قابل ذکر است که در مسائل جهانی مبارزه بر ضد افراطگرایی خشن و تروریسم بین المللی و همین طریق تأمین صلح جهانی تاجیکستان و مصر هم فکر بوده محض رابطه های دوستانه فرهنگی و تمدنی بین این دو خلق دیرینه آسیا و آفریقا آنها را با هم نزدیک نموده است که چنین رابطه های نیک موجب سعادت هر دو کشور جمهوری تاجیکستان و جمهوری مصر خواهد بود. قابل خوشحالی است که امروز جهانیان تاجیکستان و ملت تاجیک را با فرهنگ و تمدن جاودانش میشناسند و از تشبس‌های بین المللی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بهره‌مند گشتند. واقعا هم رشد همکاری‌های تاجیکستان با دولت‌های قاره آفریقا و منفعت ملت و دولت ما بوده. مردم مصر و دیگر کشورهای آفریقا از تشبس‌های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم، امنیت بین المللی و صلح جهانی آگاه می‌باشند و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را اعتراف نمودند. با امید آبادی وطن، سعادت ساکنان تاجیکستان، خدمت برای حفظ شرف و پاک انسانیت، اینجا برنامه تحلیلی و سیاسی تاجیکستان و جهان به پایان می‌رسد. همیشه هم قدم وحدت و اتحاد باشید. اتحاد ما خلق شرف تاجیکستان این قدرت ماست.